چقدر خدا رو باور داری؟ چقدر بهش ایمان داری؟ بچه خدا به اون اندازه‌ای بهتون میده که همونطور خدا رو شما تصور کردین تو ذهنتون. اگر فکر میکنی امروز از خدا یه ماشین میخوای، بهت یه ماشین میده. اگه ازش خونه میخوای، بهت خونه میده. به همون اندازه‌ای که شما بهش باور دارین، به همون اندازه به شما میده. چون ذهنتو آماده این نکردی که خدا میتونه کن فیکون کنه. چون ذهنتو آماده این نکردی که خدا میتونه تو یه چشم به هم زدن زندگی تو بالا پایین کنه و عوض کنه. بچه من اینو تو زندگیم دیدم و وقتی میگم در یک چشم به هم زدن، واقعا در یک چشم به هم زدن همه چی رو عوض میکنه. چون به همون اندازه بهش باور دارم. به هر جا هم رفتم همین حرف رو زدم. خدای درونتون رو خیلی بزرگتر از مشکلاتی که دارید ببینید، خیلی فراتر از چیزی که هست ببینید. به وضوح گفته شده، میگه کن فیکون و انجامش میده، به شرط اینکه باور داشته باشی. روزتون بخیر.